وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالی، پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه از خداوند که خداوند فرمود اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. چه حدیث زیبایی است و چه آیه زیبا. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند تبارک و تعالی میفرمایند من آماده کردم برای بندگان صالحم، اعددت لعبادی الصالحین، آماده کردم، مهیا کردم برای بندگان صالحم ما لا عین رأت، چیزهایی که هیچ چشمی اونو ندیده ولا اذن سمعت و هیچ گوشی اونو نشنیده ولا خطر علی قلب بشر و بر هیچ دلی و قلب خطور نکرده. اصلا نمیدونیم همچه چیزهایی هست. تو بهشت چیه؟ اینا درباره بهشت ها. خودتون محتاج بهشت میدونید، نیاز دارید به سعادت، به خوشبختی، یا میخوای بدبخت بشی یا میخوای مفلس بشی. در سفر اسراء و معراج که پیامبر رفت بالا، جدش رو ملاقات کرد، بلند شد جلوش. جبرائیل گفت این کیه؟ به جبرائیل گفت این محمد مصطفی است صلی الله علیه وسلم. بلند شد جلوش. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کرد بر جدش. اون جواب داد. بعد از اینکه جواب سلامش داد گفت مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح، خوش آمد گفت به فرزند صالح و نبی صالح. با هم صحبت‌هایی کردن، رفت بالا و برگشت دوباره ملاقاتش کرد. گفت تحیات من به امتت برسان، بگو که بهش خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه و آبش گوارا و شیرینه و کشتش اینه، کشت بهشت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. به امتت بگو چه چیزی بالاتر از تسبیح خداست. اهل بهشت میگن سبحان الله، از بدنشون مشک ترشح میشه تو بهشت. همینطوری که ما در دنیا اکسیژن الهام شدیم، اینطوری راحت نفس میکشیم، اونا چه تسبیح در بهشت الهام میشن. یک بار گفتن سبحان الله، کل بدنشون ترشح میکنه یک مواد مایعی که همش بوی مشک خالصه. سبحان الله تسبیح خدا و الحمدلله رضایتمندی از خدا. خیلی عجیبه بنده ناشکری باشیم، از خدا راضی نباشیم. این همه نعمت و این همه حمایت. لا اله الا الله، دنیا و زمین و آسمان رو همین میچرخه. بهش میگم بطاقه، کارت دخول بهشت. لا اله الا الله، الله اکبر، تعظیم خدا. و بر هیچ قلبی خطور نکرده چه نعمت‌های اونجا هست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم یا می‌فرمایند که وقرأوا ان شئتم، اگر دوست داشتی این آیه رو هم بخونید دنبالش. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ نفسی نمیدونه که چقدر چشم روشنی در بهشت خداوند مخفی کرده که به عنوان یک مفاجعه یک دفعه نشونشون بده. صبر کنید، همه خوشی هاتون رو تو دنیا نکنید. همه خوشی های دنیا تبدیل به ناخوشی میشه. اگه قرار شده همه خوشی هامون رو تو دنیا بکنیم، آخرش چه بیماریه؟ چون خداوند همه خوشی ها رو تو دنیا قرار نداده.
و تو سوره انشراح گفته ان مع العسر یسرا. از آسایش تولید نمیشه. یه قاعده است، یه فرموله. از آسایش تولید نمیشه، از سختی آسایش تولید میشه، آرامش ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا 2 بار تاکید کرده. در جای دیگه میگه و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفیها ففسقوا فیها. میگه هلاکت از رفاهیته، از تنبلی است، تنپروری است. خیلی مواظب باشین همه خوشی هامون اینجا کامل نکنیم، فقط اون اندازه که خدا گفته. این آیه رو میگه اگه دوست دارید بخونید دنبالش درباره اوصاف بهشت. اصلا هیچ کس نمیدونه خدا چه چیزی از چشم روشنی، یعنی این چیزا وقتی تو بهشت میشینید میبینید چشمت باز میشه، روشن میشه، دلت خنک میشه. یعنی اینا همه مال منه، مال شماست، بیشترم مال شماست. میشدم خوندیم که چقدر آخرین نفری که وارد بهشت میشه چقدر به خدا سهم داد که دیگه گفت راضی شدم. جزاء بما کانوا یعملون. مؤمن از اعمال صالح سیر نمیشه، منافق نیست که. همونطور که ماهی از شنا کردن دریا، ماهی دریا بهشت براش، پرنده آسمان و طبیعت بهشت براش، انسان مؤمن اعمال صالح بهشت براش.